سلام دوستان عزیز، подписчикои محترم و چخیلی که ما و شما میدونیم، ما راستیگه تصمیم گرفتیم با شرکت موحیدین برای مصر رفتن، یعنی یگیپت رفتن. البته شرکت موحیدین خیلی خاموشون برای گذشتن گرانیتسن. کسانی که در مسکووسکی اول هستند مرامت زنگ بزنن برای گذشتن گرانیتسن. ما راستیگه مصر روانه ایم. ما کوفته استم، دیده استم چی گپای چی خبرای. این اختون بینی، این اخ ما ورتالیوت میگیم، این اخ جودا هلیکوپتر میگن، هلیکوپتر. های مقصد این اختون دیده استیم. اینا راکت را بینی، این راکت ها خیلی با مقصد خمون اینا بمبا میگیم، چی میگیم؟ بمبا میگیم. این اختون دیده استیم با چشم تو. همین امیره ای هم پیرامید افتگان. مقصد وقتی که فرعون هم پیرامید را با فرمان فرعون میکنن، خیلی اختون بینی و یا ما را پیشگویی کردگیان یا که ما مردمی حاضره عصر 21 یا که عصر 20 یا که عصر 19 ایروی ویا گرفته همین کارا را کردیم. این ورتالیوت و همین بمب و این راکت و دیگه شا ما ایروی ویا گرفته کردیم یا که ویا وقتی ما را پیشگویی کردگیان. این تنها خداوند میدونه. کاری که ویا کردگیان تا حاضر علما و تمام آدمایی که حاضر ما در عصر 21 زندگی میکنیم تا حاضر کاری که ویا کردگیان همین پیرامیده که یا ساختن، این پیرامیده تا حاضر ما فکر میکنیم که این چخیلی ساختن. با فیلو هم گفتن نشید، با غلامای سیاه هم گفتن نشید، با دیگه تا حاضر کار کرده استیان نمیوان. یک جای برادرو خدا نصیب کنه میگن که پیش ای پوده چنگ ننداز. خیلی که ما تحقیقات میکنیم میکویم، همینجا یک جای میریم تماشا میکنیم و کسانی که معلومات دارن یکم چی مرامت اینه در کامنتارش بنویسن. ما یک جای میریم تماشا میکنیم، ای پیش دیدن میکنیم. چی گفتیم برادرو؟ خیلی اختون دیدیم با چشمتون. باقی سربلند و خانوباد باشین. خداوند یارو مددگارتون.